به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب چشم سوم، نویسنده اکهارت توله هستش و در سال 1398 توسط نشر سمام در تهران چاپ شده. این کتاب ترجمه آقای محمد رضا علیمی هستش و بسیار کتاب زیبایی در حوزه روانشناسی و موفقیت هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی درباره نویسنده این کتاب آقای اکهارت تول بیان می‌کنم برای شما و سپس کتاب رو با هم ورق می‌زنیم. اکهارت توله در آلمان متولد شد و تا 13 سالگی در آنجا زندگی کرد. سپس به همراه خانواده به اسپانیا مهاجرت نمود و در سن 20 سالگی به انگلیس رفت. او بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه لندن به عنوان محقق در دانشگاه کمبریج مشغول کار شد. در سن 29 سالگی به دنبال بیماری متحول شد و به مطالعه و کسب علوم معنوی روی آورد. از محتوای کتاب برمی‌آید که مطالعات زیادی در مورد عرفان مسیحیت و عرفان اسلامی، زن، مراقبه، مکاتب هندی و مکاتب مختلف روانکاری داشته است. کتاب حاضر اولین بار در سال 1997 منتشر شده است و تا سال 2002 2 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده و به 33 زبان ترجمه شده است و در سال 2002 جزء پرفروشترین کتاب‌ها در لیست نیویورک تایمز بوده است. نویسنده کتاب را ثمره فعالیت 10 ساله و کلاس هایی که در این زمینه برگزار کرده است می‌داند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم کشفش کنیم. سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که ما را با نور وجودش هدایت می‌کند. امید است که ما نیز چشمانمان را بگشاییم و از نورش بهره جوییم. برای استفاده بهتر از این کتاب توصیه می شود: 1. برای درک مطالب عجله نکنید. 2. بسیاری از موضوعات این کتاب از جنس دیدن است و نه جنس فهمیدن. بنابراین سعی در فهم مطالب دیدنی موفقیت آمیز نخواهد بود. 3. سعی کنید قضاوت در مورد مطالب را به بعد موکول نمایید. 4. لزومی ندارد که تمام مطالب قابل فهم باشد. 5. لازم نیست با تمام مطالب این کتاب موافق یا مخالف باشید. 6. بسیاری از مفاهیم این کتاب با عرفان اسلامی و اساره سایر ادیان الهی همخوانی دارد که نمونه‌هایی از آن در پاورقی ذکر شده که توجه به آنها مفید است. 7. سعی کنید به این آیه قرآن عمل کنید: بشارت باد بندگانم را که گفته ها را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند. 8. توجه به این نکته که مطالب این کتاب در بطن فرهنگ غربی مطرح شده اهمیت آن را دوچندان می کند. 9. این همه گفتیم لیک اندر بسیج، بی عنایات خدا هیچم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش وریق. خب این خلاصه کوتاهی بود از مقدمه مترجم. حالا با هم دیگه میریم که ببینیم نویسنده این کتاب چه افکار زیبایی رو روی ورق برای ما بیان کرده. چگونگی پیدایش این کتاب. من بسیار کم از گذشته استفاده می کنم و به ندرت در مورد آن می اندیشم. به هر حال دوست دارم مختصراً در مورد اینکه چگونه مربی معنوی شدم و چگونه این کتاب به وجود آمد با شما صحبت کنم. تا 30 سالگی من در اضطراب دائمی بودم که گاهی با دوره‌های افسردگی
توأم با افکار خودکشی همراه می شد. و اکنون چنان احساس می کنم که گویا در مورد زندگی گذشتگان یا زندگی کس دیگری صحبت می کنم. بعد از روز تولد 29 سالگیم بامداد یک شب با ترس شدید از خواب بیدار شدم. گرچه قبلا نیز چنین احساسی را تجربه کرده بودم، ولی این دفعه شدیدتر از همیشه بود. سکوت شب، حاشیه مبهم وسایل منزل در اتاق تاریک، صدای قطاری که در دوردست در حال عبور بود، آنقدر بیگانه، تنفرانگیز و بی‌معنی حس می‌شد که در من نفرت عمیقی از دنیا ایجاد نمود. و از همه بیشتر از وجود خودم متنفر بودم. چه دلیلی برای ادامه زندگی با چنان باری از غصه وجود داشت؟ چرا به این جنگ دائمی ادامه دهم؟ احساس می کردم تمایل به نابودی و مرگ قوی تر از تمایل به ادامه زندگی است. فکری که مدام در ذهنم تکرار می شد این بود: دیگر نمی توانم با خودم زندگی کنم. ناگهان متوجه ویژگی این فکر شدم. من یک نفر هستم یا دو نفر؟ اگر من نمیتوانم با خودم زندگی کنم، باید دو نفر باشم. من و خودم که نمیتوانم با او زندگی کنم، فکر کردم که فقط یکی از آنها واقعی است. آنقدر مبهوت این درک عجیب بودم که ذهنم متوقف شد. کاملا هوشیار بودم ولی هیچ فکری نبود. سپس احساس کردم به درون چیزی شبیه گردابی از انرژی کشیده شدم که ابتدا کند بود و سپس سرعت پیدا کرد. دچار ترس شدیدی شدم و بدنم به لرزه افتاد. کلماتی شنیدم: هیچ مقاومتی نکن. گویا کسی در درون سینه‌ام صحبت می‌کرد. احساس می‌کردم به درون فضایی خالی کشیده می‌شوم که در درون من است، نه در بیرون. به ناگاه ترس تمام شد و من خودم را در درون آن فضای خالی انداختم. اتفاقات بعدی را به خاطر نمی‌آورم. با صدای پرندگان در بیرون پنجره از خواب بیدار شدم، چون این صدایی را قبلا نشنیده بودم. هنوز چشمهایم بسته بود و تصویری از یک الماس گرانبها می‌دیدم. آری، اگر الماس صدا می‌داشت، صدایش اینچنین بود. چشمهایم را باز کردم. اولین اشعه خورشید در سپیده‌دم از پرده‌ها عبور می‌کرد. بدون هیچ فکری احساس کردم می‌دانم که قطعاً بیش از آنچه ما درک می‌کنیم نور وجود دارد و روشنایی که از پرده‌ها عبور می‌کند خود عشق است. اشک در چشمانم جمع شد. برخاستم و دور اتاق قدم زدم. اتاق را شناختم و متوجه شدم که قبلا آن را درست ندیدم. همه چیز تر و تازه بود، انگار الان به وجود آمدند. اشیا را برمی داشتم: یک قلم، یک بطری خالی. از زیبایی و زنده بودن آنها شگفت زده بودم. آن روز در شهر قدم می زدم و از جادوی زندگی در روی زمین تعجب می کردم. انگار که تازه به دنیا آمده بودم. طی 5 ماه بعد در وضعیت پایداری از آرامش و خوشی زندگی کردم. بعد از آن شدت این حالت کاسته شد. شاید به آن عادت کردم. من هنوز می توانستم در دنیا کار کنم، ولی فهمیدم که آنچه انجام می دهم چیزی به آنچه دارم اضافه نمی کند. می دانستم که اتفاق مهمی برایم افتاده است، اما اصلاً آن را نمی فهمیدم. تنها چندین سال بعد که متون معنوی را خواندم و مربیان معنوی را همراهی کردم، دانستم آنچه همه دنبال آن هستند قبلاً برای من اتفاق افتاده است. فهمیدم که در آن شب فشار شدید رنج‌ها هوشیاری من را از همانند پنداری با خود غمگین و وحشت زده که توهم ذهن است باز داشته است. این بازداری باید چنان کامل باشد که خود دروغین
و رنجور فرو ریزد. آنچه باقی میماند طبیعت حقیقی من است که همیشه وجود داشته. هوشیاری خالص قبل از همانند پنداری با قالب‌ها و شکل‌ها. بعداً یاد گرفتم تا به عرصه بی زمان و فناناپذیر که قبلاً آن را فضای خالی می‌پنداشتم قدم گذارم و کاملاً هوشیار باقی بمانم. من در وضعیتی از لذت و روحانیت جای گرفته بودم که تجربیات اولیه در مقایسه با آن کمرنگ بود. زمانی رسید که برای لحظاتی با دنیای فیزیکی هیچ ارتباطی نداشتم. نه ارتباطی، نه شغلی، نه خانه‌ای و نه هویت اجتماعی. من تقریباً 2 سال را با نشستن روی صندلی پارک و در وضعیتی شدیداً لذت بخش گذراندم. اما حتی زیباترین تجربیات نیز می‌آیند و می‌روند. اما حس آرامش زمینه‌ای که اساسی‌تر است هیچگاه از من دور نشد. این احساس بعضی اوقات آنقدر قوی است که قابل لمس می‌شود و دیگران نیز آن را حس می‌کنند و گاهن مثل موسیقی فقط در زمینه وجود دارد. بعد از آن گاهی برخی افراد نزد من می‌آمدند و می‌گفتند ما آنچه تو داری می‌خواهیم. آیا می‌توانی آن را به ما بدهی یا راه به دست آوردن آن را نشان دهی؟ و من جواب می‌دادم شما از قبل آن را دارید. فقط نمی‌توانید آن را حس کنید زیرا ذهن شما سر و صدای زیادی می‌کند. پاسخ‌های من به این افراد در کتابی که در دست شماست گردآوری شده است و من پیش از آن که خود نیز بدانم هویتی ملموس به عنوان مربی معنوی پیدا نمودم. حقیقت درون شما. این کتاب عصاره کارهای من است که میتوانسته به کلام درآید و مربوط به کار با افراد یا گروه‌های کوچکی است که در 10 سال گذشته در اروپا و امریکای شمالی به دنبال جستجوی معنویت بودند. لازم است با عشق و سپاسگزاری عمیق از این انسان‌های استثنایی برای شجاعتشان، اراده‌شان برای تغییر درونی، سوالات چالش برانگیزشان و آمادگیشان برای گوش دادن تشکر کنم. این افراد جزء گروه کوچک ولی خوشبختانه رو به فزونی پیشگامان معنوی هستند که به جایی رسیدند که می توانند الگوی جمعی ذهن محور که سبب رنج طولانی مدت بشر شده‌اند را بشکنند. من مطمئنم که این کتاب راه خود به سوی کسانی که آماده برای این تغییر اساسی درونی و عمل به آن هستند را پیدا خواهد نمود. من امیدوارم که این کتاب به دست کسانی که محتویاتش را قابل تعمق می‌دانند ولی آماده زندگی و عمل بر اساس آن نیستند برسد. بعدها ممکن است بذرهای کاشته شده با خواندن این کتاب با بذر روشنبینی که در درون هر انسانی است برخورد نماید و ناگهان این بذر شکوفا و زنده گردد. این کتاب با شکل کنونی و به طور خود به خود در پاسخ به سوالاتی است که در سمینارها، کلاس‌های مراقبه و جلسات خصوصی مشاوره شکل گرفته و من آن را به شکل سوال و جواب نگهداری نمودم. من نیز به اندازه سوال کنندگان از این جلسات و کلاس‌ها مطلب آموختم. برخی از سوال و جواب‌ها کلمه به کلمه ضبط شده است. برخی از سوالات نیز ابداعی است و حاصل ترکیب سوال‌هایی است که مکرر پرسیده شده و جواب مناسبی برای آن طراحی گردیده است. گاهن طی نگارش جواب‌هایی به ذهنم رسیده که از آنچه قبلاً بیان کرده بودم عمیق‌تر و روشنگرتر بود. برخی سوالات نیز توسط ویراستار جهت روشن نمودن برخی نکات پرسیده شده است. در تمام کتاب از صفحه اول تا آخر خواهید دید که گفتگو بین دوستان جابجا می شود و در یک سطح من توجه شما را
به آنچه دروغین است جلب می‌کنم. من در مورد طبیعت ناهوشیار انسان و عملکرد بعد آن و همچنین شایع‌ترین علائم رفتاری آن، از اختلاف در روابط بین فردی تا جنگ بین قبایل و ملل صحبت می‌کنم. این اطلاعات حیاتی است، زیرا اگر شما به خطا آنچه دروغین است دروغین ندانید، تغییر پایداری وجود نخواهد داشت و شما به توهم و اشکال مختلف درد و رنج باز می‌گردید. در این سطح به شما نشان خواهم داد که چگونه آنچه در شما دروغین است را جز خودتان و مشکل شخصیتان ندانید، زیرا این کار باعث تداوم آنها می‌شود. در سطح دیگر، من از تغییر عمیق هوشیاری انسان نه به عنوان امکانی در آینده دور، بلکه امکانی در حال حاضر و صرف نظر از اینکه چه کسی و کجا هستی صحبت می‌کنم. به شما نشان داده می‌شود که چگونه از بردگی ذهن رها شوید و به این سطح درخشان هوشیاری برسید و در آن بمانید. در این سطح هدف از کاربرد لغات اطلاع رسانی نیست، بلکه هدف هدایت شما به هوشیاری جدیدی است که خوانده‌اید. مکرراً تلاش می‌کنم تا شما را با خود به وضعیت بی‌زمان حضور شدیداً هوشیار در حال ببرم و طعم روشنبینی را به شما بچشانم. تا هنگامی که نتوانید آنچه میگویم را تجربه کنید، ممکن است این گذرها را تکراری بدانید. معتقدم اگر موفق به تجربه آن شوید، خواهید دانست که این قسمت‌ها قدرت معنوی زیادی در خود دارد و این بخش‌ها برای شما جذاب خواهد شد. علاوه بر این، از آنجا که هر کس بذرهای روشنبینی را در خود دارد، من توجهم را به خود عمیقی که در پشت هر انسان متفکر قرار دارد و حقیقت معنوی را بلافاصله ادراک می‌کند و با آن هماهنگ است و از آن نیرو می‌گیرد، معطوف می‌نماید. اگر می‌خواهید در برخی قسمت‌ها درنگ کنید، آرام باشید و حقیقت گفته شده را تجربه کنید. وقتی خواندن کتاب را آغاز می‌کنید، ممکن است معنی برخی کلمات مثل هستی و حضور در ابتدا کاملاً واضح نباشد. به خواندن ادامه دهید. ممکن است سوالات یا استدلال‌هایی به ذهنتان برسد که در قسمت‌های بعدی پاسخ داده می‌شود و یا ممکن است به تعمق بیشتر در مطلب یا در خودتان نیاز به پاسخ نداشته باشد. فقط با ذهنتان نخوانید، بلکه به پاسخ‌های احساسی خودتان بنگرید و سعی کنید مطلب را از اعماق وجودتان درک کنید. من نمی‌توانم هیچ حقیقت معنوی را به شما بگویم که در اعماق وجودتان از آن آگاه نباشید. تمام توانایی من در یادآوری آنچه فراموش کرده اید می باشد. با این کار علم زندگی که با وجود قدیمی بودن همیشه تازه است فعال شده و از یکایک سلولهای بدن شما آزاد می گردد. ذهن تمایل دارد تا مطالب را دسته‌بندی و مقایسه کند، اما اگر در مورد این کتاب سعی در مقایسه کردن اصطلاحات آن نداشته باشید، سود بیشتری خواهید برد، وگرنه احتمال گیج شدن وجود دارد. من کلماتی مثل فکر، شادی و هوشیاری را به کار میبرم که الزاماً با آموخته‌های دیگر مرتبط نیست. به هیچ کلمه‌ای نچسبید. آنها قدم‌هایی هستند که هرچه سریعتر پشت سر گذارده می‌شوند. گاهی اوقات من کلماتی مثل حضرت عیسی علیه السلام یا بودا را از کتاب دوره معجزات یا از مکاتب دیگر به کار میبرم. هدف من از این کار مقایسه کردن نیست، بلکه میخواهم توجه شما را به این حقیقت جلب کنم که با وجود اشکال گوناگون اساس آموزش معنوی یکیست. برخی از این اشکال همچون ادیان قدیمی آنقدر با مسائل غیر اصیل آمیخته شده که روح معنوی آن کاملا پوشیده شده است. لذا معنی عمیق آن قابل تشخیص نیست و قدرت تحول بخشی از آن از دست رفته است.
در جاهایی که نامی از مذاهب قدیمی یا سایر مکاتب میبرم به معنای عمیق آنها و قدرت تحول بخشیشان توجه کنید، خصوصا اگر از پیروان آنها هستید. من به آنها میگویم لازم نیست برای یافتن حقیقت به جای دیگری بروید. فقط به من اجازه دهید تا به شما نشان دهم که چگونه به عمق آنچه که قبلا داشتید بروید. به هر حال سعی کردم تا از کلمات بی‌طرفانه استفاده کنم تا برای طیف وسیع‌تری از افراد قابل استفاده باشد. این کتاب می‌تواند به عنوان بازگویی مجدد آموزش معنوی که فارغ از زمان بوده و اساس همه ادیان است نگریسته شود. منبع آن خارجی نیست و فقط از یک منبع صحیح و از درون منشأ گرفته و لذا فاقد هر گونه تئوری پردازی است. صحبت من از تجربیات درونی است و اگر در برخی جاها با قدرت صحبت می کنم، هدفم کنار زدن لایه‌های سنگین ذهنی و شکستن مقاومت آن است تا پیام به درون شما و جایی که قبلا می دانستید برسد. جایی که وقتی حقیقت را می شنود باز می شناسند. وقتی کسی در درون شما می گوید بله می دانم این مطلب صحیح است، احساس وجد و سرزندگی پیدا خواهید کرد. شما فکرتان نیستید. بزرگترین مانع روشنبینی. روشنبینی چیست؟ گدایی 30 سال در کنار راهی می نشست. روزی غریبه ای را دید. گدا با جلو آوردن کلاه بیسبالش گفت به من کمک کنید. غریبه گفت چیزی ندارم که به تو بدهم. و از گدا پرسید این چیست که روی آن نشسته ای؟ گدا جواب داد هیچ چیز، فقط یک جعبه قدیمی که همیشه روی آن می نشینم. غریبه پرسید آیا هیچ وقت داخل آن را دیده ای؟ گدا گفت نه، منظورت چیست؟ غریبه اصرار کرد که به درون آن نگاه کن. گدا با دیلم در جعبه را باز کرد و با شگفتی و شادمانی مشاهده کرد که جعبه پر از طلاست. من غریبه‌ای هستم که چیزی برای دادن به شما ندارم و فقط میگویم درون را نگاه کنید. درون جعبه را نمیگویم، بلکه جایی نزدیکتر به درون خودتان. اما من گدا نیستم و میتوانم صحبت شما را بشنوم. کسانی که ثروت واقعی که لذت درخشان هستی و آرامش عمیق و تزلزل ناپذیر ناشی از آن را ندارند، فقیر هستند. هرچند ثروت مادی زیادی داشته باشند. آنها در بیرون به دنبال تکه‌هایی از لذت، رضایت، اعتبار، امنیت و عشق می‌گردند، در حالی که آنها گنجی در درون دارند که نه تنها تمام اینها را دارد، بلکه از هر چیزی که دنیا می‌تواند به آنها بدهد بزرگتر است. کلمه روشنبینی ایده توانمند فوق بشری را با خود دارد و فکر ما دوست دارد که این چنین باشد، ولی مطلب بسیار ساده تر است. در واقع روشنبینی وضعیت طبیعی احساس یکی بودن با هستی است، وضعیتی از اتصال به چیزی که غیر قابل اندازه‌گیری و فناناپذیر است، چیزی که به طور متناقض هم شما و هم بسیار برتر از شماست و در واقع یافتن خودتان در ورای اسم و شکل است. ناتوانی در احساس این ارتباط منجر به توهم جدایی از خودتان و از دنیای اطرافتان می شود. شما خودتان را به طور هوشیار یا ناهوشیار به عنوان قطعه‌ای جدا از هستی پذیرفتید. به دنبال این پذیرش ترس ایجاد می شود و تعارض در درون و در بیرون امری طبیعی است. من تعریف ساده بودا از روشنبینی را دوست دارم. پایان رنج. هیچ مطلب فوق بشری در آن وجود ندارد. البته به عنوان یک تعریف کامل نیست و فقط میگوید که روشنبینی چه چیز نیست، ولی وقتی رنجی نیست چه چیز باقی میماند. اینجا بودا ساکت است و شما خودتان باید آن را پیدا کنید. او تعریف منفی به کار میبرد
بنابراین ذهن نمیتواند آن را تبدیل به باور به چیزی یا کاری فوق بشری نماید. هدفی که برای شما قابل دستیابی نباشد. علیرغم این احتیاطها، اکثر بوداییان هنوز باور دارند که روشنبینی متعلق به بوداست و به آنها تعلق ندارد. ولااقل در این زندگی این گونه است. شما از کلمه هستی استفاده نموده اید. منظورتان را توضیح می دهید؟ هستی ابدیت است. زندگی جاودانه واحدی که در ورای اشکال بیشمار زندگی که از تولد تا مرگ ادامه دارد قرار گرفته است. به هر حال هستی نه تنها در ورای آن، بلکه در داخل آنها به عنوان درونی ترین اساره فناناپذیر و غیر قابل رؤیت قرار دارد. معنی این جمله این است که هستی به عنوان طبیعت واقعیتان و اصیلترین خودتان همکنون در دسترس شماست. اما سعی نکنید با ذهنتان به آن دست یابید. سعی نکنید آن را بفهمید. زیرا شما وقتی می توانید آن را درک کنید که ذهن ساکت باشد. وقتی شما حضور دارید، زمانی که توجه به طور کامل و شدید بر حال متمرکز است، هستی درک می شود. ولی نمی توان آن را به وسیله ذهن درک کرد. روشنبینی آگاهی از هستی و اقامت بودن در وضعیت احساس، ادراک است. وقتی شما از هستی صحبت می کنید، آیا منظورتان خداست؟ اگر این گونه است، چرا کلمه خدا را به کار نمی برید؟ کلمه خدا با استفاده نامناسب در طی هزاران سال از معنی تهی شده است. من خیلی کم از آن استفاده می کنم. منظور از استفاده نامناسب این است که کسانی که هیچگاه نظری به عالم قدسی و وسعت بیکران موجود در ورای این کلمه نینداخته‌اند، چنان با اعتقاد این کلمه را به کار میبرند که گویی میدانند در مورد چه چیز صحبت میکنند، یا بعضی با آن مخالفت میکنند گویا میدانند چه چیز را منکر میشوند. این سوء استفاده ها منجر به پیدایش عقاید انحرافی، ادعاها و تعصباتی همچون خدای من یا خدای ما حقیقی است و خدای شما واقعی نیست می‌گردد، یا سخنی مانند سخن نیچه خدا مرده است. کلمه خدا تبدیل به مفهومی مبهم شده است. زمانی که این کلمه بیان می شود، تصویری ذهنی ایجاد می گردد که ممکن است پیرمردی با ریش سفید باشد و شاید چیزی دیگر و معمولاً در خارج از وجود شما و احتمالاً مذکر است. خدا هستی و هیچ کلمه دیگری نمی تواند واقعیت نهفته در پس کلمه را توضیح دهد. سوال اساسی این است که آیا کلمه به ما در حس نمودن آنچه به آن اشاره می نماید کمک می کند یا آن را پنهان می نماید؟ آیا این کلمه به واقعیت برتر از خود اشاره می کند یا به سادگی تبدیل به فکری می شود که به آن اعتقاد دارید، یک بت ذهنی؟ کلمه هستی و خدا هیچ چیز را توضیح نمی دهد. خوبی کلمه هستی در این است که مفهومی باز است. این کلمه چیزی که غیر قابل دیدن و نامحدود است را به موضوعی محدود تبدیل نمی کند. کسی نمی تواند از آن تصویری ذهنی بسازد یا مدعی شود که مالک منحصر به فرد هستی است. هستی اصل وجود شماست و با احساس خودتان بلافاصله می توانید به آن دست یابید. ادراک من هستم مقدم بر این یا آن هستم می باشد. بنابراین فاصله بین کلمه هستی و تجربه آن تنها یک قدم کوچک است. بزرگترین مانع برای تجربه این واقعیت چیست؟ بزرگترین مانع همانند پنداری با ذهنتان است که باعث می شود افکارتان به شکل افکاری اجباری درآید. ناتوانی از توقف فکر مصیبتی وحشتناک است، ولی ما آن را درک نمی کنیم. زیرا همه از آن رنج می برند و نرمال تلقی می شود. سر و صدای دائمی ذهن جلوی دسترسی به آرامش درونی که از هستی جدا نشدنی است را می گیرد. همچنین سبب ایجاد ذهن خودساخته و
دروغین می شود که سایه ترس و رنج را با خود دارد. ما با جزئیات بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت. دکارت معتقد بود که حقیقت اصلی را یافته است و در عبارت معروف من فکر می کنم پس هستم آن را بیان نمود. او در واقع خطای اساسی که برابری تفکر و هستی و هویت یابی با تفکر است را بیان می کند. افراد مبتلا به تفکر اجباری که تقریبا شامل همه افراد می شوند در وضعیتی جدا از دیگران و در دنیایی با پیچیدگی دیوانه‌وار از مشکلات و تعارضات زندگی می کنند. دنیایی که منعکس کننده تکه تکه شدن فزونی یا بنده ذهن می باشد. روشنبینی یک پارچگی و یکی بودن و بنابراین بودن در صلح و آرامش است. یکی بودن با زندگی و جنبه‌های مختلف آن، یکی بودن با عمیق‌ترین خودتان و یا زندگی تظاهر نیافته و در یک کلام، یکی بودن با هستی است. روشنبینی نه تنها رهایی از رنج و تعارضات درونی و بیرونی است، بلکه پایان بردگی وحشتناک در برابر تفکر توقف ناپذیر است. همانند پنداری با فکر، صفحه‌ای کدر از مفاهیم، برچسب‌ها، تصاویر، کلمات، قضاوت‌ها و معانی است که جلوی ارتباط واقعی را می‌گیرد و بین شما با خودتان و دوستانتان و طبیعت و خدا فاصله می‌اندازد. این حجاب سبب توهم جدایی، این توهم که شما و دیگران کاملا از هم جدا هستید می‌شود و این حقیقت اصیل را فراموش می‌کنید که علی‌رغم جدایی فیزیکی و اشکال مجزا شما با همه موجودات یکی هستید. منظورم از فراموشی این است که دیگر نمی‌توانید این یکی بودن را که تنها خودتان هستید احساس نمایید. ممکن است درست بودن این مطلب در باورتان باشد ولی از آن آگاه نیستید. یک عقیده ممکن است آرام بخش باشد ولی تنها از طریق تجربه آزاد بخش خواهد بود. تفکر تبدیل به بیماری شده است. بیماری وقتی ایجاد می شود که تعادل اندامها به هم بخورد. مثلا تا هنگامی که سلولها تقسیم می شوند و تکثیر می یابند مشکلی وجود ندارد. ولی اگر این فرایند بدون توجه به سایر قسمت‌ها ادامه یابد بیماری ایجاد می شود. توجه کنید که اگر از ذهن خوب استفاده شود وسیله بسیار عالی است، ولی در صورت استفاده نامناسب می تواند بسیار مخرب باشد. اگر دقیق‌تر بخواهم بگویم شما از ذهنتان غلط استفاده نمی کنید، بلکه بیشتر اوقات به کل از آن استفاده نمی کنید و اوست که از شما استفاده می کند و این بیماری است. شما معتقدید که ذهنتان همه وجود شماست. این اعتقاد هذیان است و وسیله جای شما را گرفته است. من کاملا موافق نیستم. درست است که من مثل بیشتر مردم افکار بی هدف زیادی دارم، اما هنوز می توانم از فکرم به طور ارادی برای انجام کارها استفاده کنم و بیشتر اوقات نیز این کار را انجام می دهم. اینکه شما جدول کلمات متقاطع را حل می کنید یا بمب اتم می سازید به معنی استفاده از فکر نیست. فکر مثل سگی که استخوان می جود دندانهایش را در مشکلات فرو می کند و به همین دلیل جدول حل می کند یا بمب اتم می سازد. شما به هیچ کدام از آنها علاقه ندارید. اجازه بدهید سوالی بپرسم. آیا می توانید هر وقت خواستید از فکرتان خلاص شوید؟ آیا کلید مخصوص خاموش کردن آن را پیدا کرده اید؟ منظورتان این است که فکر را کاملا متوقف کنم؟ به جز 1 یا 2 لحظه نمی توانم. پس فکر از شما استفاده می کند و شما ناهوشیارانه خود را عین او می دانید و حتی نمی دانید که شما برده او هستید. گویی شما در تملک دیگری هستید ولی نمی دانید. اولین قدم برای آزادی این است که دریابید که شما در مالکیت نیستید. لحظه‌ای که شما شروع به تماشای فرآیند اندیشیدن کنید، سطوح بالاتر هوشیاری فعال شده است. شما متوجه می‌شوید که عرصه وسیعی از هوش در پشت فکر وجود دارد و فکر فقط
یک جنبه کوچک از آن هوش می باشد. شما در میابید که زیبایی، عشق، خلاقیت، شادی و آرامش درونی حقیقتی است که از ورای ذهن منشأ میگیرد. شما شروع به بیدار شدن میکنید و تا ابتدای رهایی از ذهن. منظورتان از تماشای اندیشیدن چیست؟ من تونستم برای شما بخونم و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبای روانشناسی، موفقیت و متافیزیک رو برای شما بخونم. لطفاً اگر خوشتون اومده حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.